انشاءالله خوب هستی دوستان. جزاکم الله خیر. همین یک سوال داشتم استاد درباره عقیده شیخ ابو محمد مدنی چی گفتنی داره؟ خب آنطور است که ما و شما اینجا مثلا یک شما برادر محترم اشخاصه که مثلا مشخصا و میگیم اینالی ضرورت به این پیدا میشه که انسان وقتی که درباره یک کسی که میگه عقیده‌اش مکمل ما سرش بحث بکنیم مجبور هستیم که تمام درس‌های از او و کتاب‌های از او و کلیپ‌های از او کلش بشنویم و باز اون قسمت انسان میتونه درباره یک کسی قضاوت کنه و انشالله تا جایی که مثلا از شنیدیم انشالله خوب است. جزاکم الله خیر. لکن تو اگر انسان میتونه که مکمل سر یک کس حکم